السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدا و کلی مردمی که ما را تماشا می‌کنند می‌رسونیم باره دوره که ان شاء الله خوبه که اینجا که سلامتیتون خوبه، خدا یگم جاتون درد نکنه. الکی فهمیدین که ما در کجا قرار داریم؟ ما اینجا کابینت که دکتر اولی میگن داریم کابینت همیم روسیگا و همین دندون کم کم درد حساب پیش هم اکا اومدین. روسیگا گفتم که برای ما مخلصا برای پاپچیکون یک اگر اولی ما رکلام کنیم کسی در مرحمت باوری انسان اگر باوری نباشه مثلا من نمیدونم که بگم که اگر اولی بیان دندون مرا توزک و دندون ما پلان بزنیم. مرحمت داریم. السلام علیکم. اگر اولی خوبی تنجی خیلی اگر که وقتی که اومدین نمبرش در روی اکران حتما زنگ بزنید در خدمت انشالله. اینوم شبکه ما گپ زدن دکتر بختیار انشالله سکت که هست انشالله خدا خواه حتما در خدمت مردم تاجیک مردم مسلمان در انشالله باوری دارم. شما به شبه زنگ زده پرسیده بیاین انشالله. شما چیکار میکنید؟ دندان میکنید؟ چی میکنید؟ کارات کم ترک مده همش میکردین؟ سوهای دندان پزشکی کندن، تاو باید سفید کردن، ماندن، همش هستن؟ همش کرده میتونیم انشالله خیلیش با فکرم یا 20 سال شد من روزگاه 15 سال شد میشناسمش. این پیشکی در شرکت هم کار کرده. ما در 94 سال سبحان الله استاش کار شده چند خیلی کلمه چند خیلی زیاده. حرکت کنین زنگ بزنین در واتساپ و نمره واتساپ دارن نمره رو اکران انشالله امروز نایستگم نمره واتساپ جمع است چیزی هست مرحمت زنگ بزنین واضح داغو باشین انشالله یکم خدمت سر میکنیم. دکتر جان همین دندانو کم تگم جوش برسه درد میکنه یا که خنک برسه درد میکنه همین یک دندان چو تا کریم خورده چو شکوف شده همه یک میدیدین. خب بیا بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی با خارجان اینجا تلویزیون چاپ نشون تکو یه بود نگاه کنم خویدوی ایده انشالله. دمی برای این رنگی نه؟ این پنرام نسیم کامش نشون میده کمبودی داره چی این دیدن بچه ها با کمبودیش همش نشون میده اما پیشروی انشالله. یا بود حجی دهن بد نیست که حجی انجام شده او کده توزه کده میشه هست بسیار باید دندون باید نیست گیره ها کشیده این دندون بلوی یا بود Hemen الرحمن الرحیم. خدا را شکرینه برادرها رحمت دکتر دستور درد نبینه خیلی تشکر زیاد برادرها که میبین اینوی ما انشالله خدمتشون میکنیم. خداوند نگهدار باشه با خدمت خدا نوار پهم میکنیم با دیگرها برادرها بینن حتما بیانیم برادر ما در خدمت شما خدا نگهدار باشه با خدمت خدا. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند.
یادآور می‌شویم که اگر شما از نام شبکه دکتر بختیار مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 60